کند. عملی شدن عمل به نیت وابسته است. هجرت بدون نیت سیاحت محسوب می شود. جهاد بدون نیت تجاوزگری است. حج بدون نیت یک تفریح فریب دهنده و نماز بدون نیت ورزش و حرکات عنعنوی است و روزه بدون نیت نوع پرهیز است. این عبادت ها زمان می توانند به حالت یک بال درآیند و انسان را به سمت بهشت پرواز دهند که نیت خالصانه در کار باشد. بهشت ابدی نتیجه نیت بندگی و عبودیت ابدی است و جهنم ابدی هم نتیجه قصد انکار ابدی و کفر ابدی است. انسان در سایه نیتش می تواند با کوشش بسیار اندک و با یک مصرف کم چیزهای بسیار بزرگ و ارزشمندی به دست آورد. آنانی که از نیروی نیت به خوبی استفاده می کنند می توانند مالک کل دنیا باشند. دنیا و زن برغم آنکه از نعمتهای الهی هستند، اما سوء استفاده از آنها و عدم رعایت موازین شرعی در رفتار با آنان، یعنی بدیل قرار دادن آنان به جای رضای الله و رسول او، سبب می شود تا انسان درست در جایی که باید سود ببرد با خسران و زیان مواجه می گردد. لذا در حالی که این مسئله و مسائل زیادی از این قبیل هر کدام به تنهایی موضوع یک کتاب مستقلند، با آن هم آن سلطان سخنی که می تواند خورشید را در ذره نشان دهد و دریا را در قطره بگنجاند، در این حدیث نیز جهت بازگویی این نوع معانی بزرگ فقط به 4-5 جمله بسنده کرده است.